اسلاما رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث می‌فرمایند نزدیک است که ملت‌ها از هر سو علیه شما برخیزند همانطور که غذاخوران به سوی غذاهایشان هجوم میبرند. اصحاب عرض کردند آیا به خاطر این که تعدادمان در آن روز کم است چنین حال روزی خواهیم داشت؟ رسول الله فرمود بلکه تعداد شما در آن روز زیاد است ولی شما کف هستید مثل کف روی سیل. الله متعال هیبت شما را از دلهای دشمنانتان بیرون میکشد و ضعف و سستی را در دلهای شما میاندازد. اصحاب پرسیدند ضعف و سستی چیست؟ رسول الله فرمود دوستی دنیا و تنفر از مرگ. اکنون هیچ دینی چه آسمانی و چه زمینی مظلومتر از اسلام علی الرغم حقانیت اسلام و بطلان و انحراف سایر ادیان نیست و هیچ امت و ملت چه کوچک و چه بزرگ مظلومتر از مسلمانان علی الرغم کثرت تعداد مسلمانان که حدود 1.5 میلیارد نفر می باشند وجود ندارد. مقدسات و معتقدات اسلام از هر سو آماج حملات فرهنگی و تبلیغاتی غرب و شرق قرار دارد و خاک، جان، مال و ناموس مسلمانان از هر سو مورد تاخت و تاز و هر کس و ناکس است. سرزمین های اسلامی از سوی تمام ادیان شناخته شده دنیا مورد هجوم قرار گرفته است. فلسطین و لبنان از سوی اسرائیل یعنی یهودیت، کشمیر از سوی هند یعنی هندویزم و بوداییزم، اراکان از طرف برمه یعنی بوداییزم، ترکستان از طرف چین یعنی کنفوسیوس، بوسنی از سوی سربستان یعنی مسیحیت ارتدوکس، چچن از جانب روسیه یعنی مسیحیت ارتدوکس، امریکا که هم که ادعای خدایی می کند و با هم پیمانانش یا بدون آنها یعنی مسیحیت کاتولیک و پروتستانت به سومال، سودان، افغانستان، عراق و هر کشور دیگری که بخواهد حمله می کند. اغلب سران کشورهای اسلامی هم یا مزدور خود فروختند یا جاهل و نادانند و یا ضعیف و ناتوانند و چه بسا که هر سه مورد را با هم دارا باشند. و اسلاما اینک اسلام در تمام دنیا غریب و مظلوم است و در تمام جهان برای نابودی آن نقشه می‌کشند ولی با وجود این اسلام هرگز نمی‌میرد چون اسلام نور الله در زمین و آخرین پیام الهی است که توسط آخرین پیام آور ابلاغ شده است و بعد از آن نه پیامی وجود دارد و نه پیامبری و الله خود دینش را توسط افراد و ملل برگزیده حفاظت می‌کند. ای مسلمانان بیایید همه با هم به اسلام برگردیم و با غریبه های سعادتمند در عصر غربت دین با برادران رسول الله در 14 قرن پس از او و با مجاهدان دانا و توانای راه الله در عصر رونق راههای طاغوت همراه شویم تا عزت و افتخار خودمان را به دست بیاوریم.